علیکم مخلصای عزیز، در سپیدان پیش همه به شما خوشبختی تمنا میکنم و یک قصه نقل میکنم درباره غیجک نواز. غیجک نواز بیچاره خیلی زندگیش روی همون غیجک نوازیش میبره کوچه غیجک مینوازه، خیلی گونسم درجی ضربات میکنه. روز میشه چیکار میکنه؟ همین چلیک میشکنه. خیلی چلیک اسنانایی که به این غیجک زده نمیشه، همه اسنانای کروچاک هم میاد. بیچاره کمبغل دیگه یه هفته دو هفته چلیک ساز نمیشه، زندگی فش دیگه یکان برآمد هم نیسته، نمیدونه چیکار کنه. شو پلان میکشه که همینطوری طوری از دنی بلند میرم، ای همون بالا خودم میپرتم میره. بیچاره کمبغل طوری همینطوری از دنی ببرویه، همونطور طرف پایان نگاه کرده، خیلی کلمه‌ش عرضه میکنه، میگه میپرم چی در کاری زندگی. پایان نگاه میکنه، یک آدم هر دو دستش نیست، همه خیلی رقص داره، همین لسنیچه خطی میده و پیش میبیه، میگه برادر میبخشه مرا یک چلیک شکسته، همین زندگی بیزار شدم، تو هر دو دستات نیست با دوال نی رقص داری. گفتای براتن این رقص نیست، ما پراست میزک دارم، چول بخفیده نمیتونم. یک قصه نقل میکنیم درباره یک موتورسیکلیست. موتورسیکل پگاهی خوش میخزه، لباسا رو میپوشه، همه لاخ پوست محکم میکنه، ترس دا میبرویه. خیلی به شخص رفته است، ایو هم باید نرمال نمیدونم که همه خیلی استریچش یا زاغ میدن، همه کسکش میزنه، سری زاغ گیر میگرده، زمین دا میغوطه. موتورسیکلیستی بیچاره میره و زاغ ای زمین میبرده، دیلشو گوش میکنه، نفس کشیشو گوش میکنه، همه نرمال نه. ایجاش عبرت نتو میکنه، میخیزه خونه میبیه. خیلی پرنده دا دیلش میسته، میگه دوری قفس چه دا میمونه. قفس چی خیلی پرندی آزاد گشتگی، قفس دا چی خیلی. مرده که بیچاره شو میخیزه، یک بار نگاه میکنه سوزه، دو بار نگاه پگهی میخیزه خورده میره. این بیچاره زاغ در دوری قفس هست، چشماش همه خوبی میکنه که در دوری کلیدکه پیشش دیگه قک کسا کار موندگی هست، تکند او همه خیلی نگاه کده، چشما رو هوی کده یا اوف کشیده. گفته به فکرم این موتورسیکلیست مرده، چی مرا سود کدیان.